جنگ تخریبه، جنگ ویرانگره، جنگ ملت را به عقب برمیگردانه. اگر طرف میل به صلح داشته باشه و بگه که اگر صلح آقا توافق، از علی میگه که فرصت از دست نده، بشین و مذاکره کن و صلح کن و توافق کن. اینجا از علی میفرماید به آنچه که ببینید که رضامندی الله تعالی را در نظر بگیرید. ولله فیه رضا، در این توافق رضامندی الله تعالی باشه. به هر حال همون چیزی که قرآن میگه، همون چیزی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرموده، مسئولا توکل بر الله تعالی بشه و باید جنگ دفع بکنم. ما اول که هنوز جنگ هیچ نیامده بودم فریاد زدیم و این صحبت ما از روی دلسوزی، از روی مسئولیت، نه دیگه مطلبه گفته که شما تلاش کنید که جنگ به وارد کشور نشود، منافع ملی از بین نرم، سرمایه ها از بین نرم. الان هم همین حرف میزنیم و میگیم که صلح بهتره و صلح خیر. قرآن فرموده، آیه قرآن